ایشون در این کلیپ رسما عنوان میکنه که حاضر است مسئولیت رهبری دوران گذار رو بر عهده بگیرد. سوالی که مطرح میشه چرا الان؟ به نظرم یه همزمانیش تصادفی نیست با انتخابات آمریکا، با اینکه فاشیسم در آمریکا در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته. نتانیاهو فراخوان میده فردا ایران آزاد خواهد شد. رضا پهلوی اعلام میکنه که من خلا رو پر میکنم، پیام میده به مرتجعین کشورهای عربی که شما نگران نباشید. این اون پروسه است و نیاز دارند که شاید بتونن مثلا در این شرایط کسی رو برای آینده مثل احمد چلبی ها و غیره، احمد یا حامد کرزاهای به اصطلاح آماده بکنن. ما رهبر خودگمارده نداریم. رهبران خودگمارده که عدم صلاحیت خودشون اتفاقا نشون دادن. پروژه‌هایی رو دارید مثلا وکالت میدهم، مثلا پروژه مهسا که همه اینا به شکست خورده و سوال اینه که چند بار باید شکست چنین پروژه‌هایی باید تکرار بشه تا این نیروی سیاسی به این برسه که اینطوری نمیشه سیاست در جامعه ایران رو هدایت کرد و یا نقش و جایگاهی رو درش داشت. به نظر حتی این فراخوان نمیتونه کل جریانات سلطنت طلب رو هم گرد هم بیاره. الان نیرو داره، به قول معروف خودش میگه کد آن کد لشکر داره و تیم‌های 23 تا گروه، من فکر کنم خب خیلی از اون گروه‌ها یکی دو نفری ممکنه باشن ولی یک سری هم نیرو هستن دیگه، حزب ایران نوین و غیره اینا یک سری نیرو هستن که اون خط اونا که عمدتاً ضد نیرو هستن. ظرفیت رهبری فردی در این جنبش وجود نداره، به خصوص از خارج کشور. خودخوانده کردن یه مقدار ریسک داره، مقدار زیادی ریسک داره. حالا این رو در آینده خواهیم دید. امیدوارم فراخوان‌های ایشون داده بشه و ما ببینیم که چه جوری میتونه مردم آیا میان یا نمیان. الان من اگر بشینم فراخوان بدم فامیلای خودم هم نمیان. من به شما بگم شاهزاده الان پیام بده ممکنه نیام. الان ارتباط اپوزیسیون واقعی جامعه ایرانی با توده های مردم قطعه. به ماها طبعا مثل کسی فراخوان گوش نمیکنه. چرا؟ چون که در برج آز نشستیم. اگر جنگ هست و موقعی که ایشون میگه حکومت هم خیلی مقتدره، منم قبول دارم، هم جنگ هم حکومت خیلی مقتدره. شما آدم جنگی لازم دارید که با این حکومت درگیر بشه و آقای رضا پهلوی اون آدم جنگی هست که شما فکر میکنید همه چی آماده است. اوکی، من همچین ظرفیتی در ایشون مطلقاً سراغ ندارم. خب یه کسی که هر چی تا حالا کار کرده نتیجه شکست بوده، چرا ما دوباره باید مطرح کنیم و بگیم آقا ایشون میتونه؟ خب همه شما یه دونه از تجارب یه مقدار نخورده ایشون رو معرفی کنید. آقای پهلوی 15 سالش بوده از کشور اومده بیرون، چه میدونه تو ایران چه خبره؟ شما بفرمایید ظرفیت‌های آقای رضا پهلوی رو به شغلشون آقا چی اوله؟ همین 3 هفته پیش یکی از نزدیکان شاهزاده به من تماس گرفت، گفت که آقا شما یه چهره ملی هستید، چرا با شاهزاده هم کاری نمی‌کنید؟ گفتم به همین دلیلی که میگی. گفت یعنی چی؟ گفتم من تو نمیگی من یه چهره ملی ام. گفت چرا؟ گفتم خب من اگر برم کنار شاهزاده که میره دخیل میبنده به نتانیاهو، به چه ملی من آسیب میبینه یا نمیبینه؟